بله؟ دکتر به دادم برس، فشارم رو شیشه. من دامپزشکم آقا. خب برای همین تماس گرفتم. دوای دردم پیش شماست. گاوا مریض شدن، تب دارن و از دهنشون آب میاد، چیزی هم نمیخورن. خیلی خوب، من میام از محل دیدن میکنم. ببین زبون گاوا زخم شده، از دهنشون بزاق میریزه. پستونا و لای انگشتای چند تاشون هم زخم شده و لنگش دارن. شیر گاوا هم کم شده، یعنی خب معلومه که گاوا تب برفکی گرفتن. از کی اینطوری شدن؟ چند روز پیش رفته بودم میدون دام و یه گاو خریدم و آوردم تو طویله پیش بقیه گاوا. چرا از میدون خریدی؟ از یه دامداری دیگه میخریدی؟ خب آخه تو میدون بیشتر سرگرم میشم. با دوستان برای نهار دور هم کباب میخوریم. گاوم اونجا زیاده، راحت‌تر انتخاب میکنم. سابقه واکسن گاوایی رو که میخوای بخری و میپرسی؟ آره، پرونده همشون رو قبلا چک میکنم. مگه ماشین میخوام بخرم؟ اصلا این چیزا اونجا معلوم نیست. داما از هر جایی میان و فروشنده ها از این چیزا اصلا خبر ندارن. خب همینطوریه که ندونسته دام بیمار میخری. حداقل اگه گاو جدید خریدی 2 هفته اون از بقیه جدا کن تا اگه مریض بود به بقیه سرایت نکنه. دفعه بعد حتما. ولی الان باید چی کار کنم؟ خب اول سریع به شبکه دامپزشکی تلفن کن تا بیا نمونه برداری کنن. بعد باید دامای بیمار رو از سالم جدا کنی و هر روز باید طویله رو کاملا از فضولات پاک کنی و اونا رو در کنار دامداری در محلی روی هم بریزی و روشون پلاستیک بکشی. توی طویله رو بعد از خارج کردن گاوا تا خوب شدن گاوا ضد عفونی کن. کسی هم نذار بیاد توی دامداری. خودت هم دامداری دیگه ای نرو. آی دکتر، دیگه امری نیست. با اکیپای دامپزشکی که هر چند وقت یه بار طبق برنامه مراجعه میکنن همکاری کن تا واکسن تب برفکی رو به موقع بزنی. هیچ وقت از میدون دام نخر. هر وقت دام خریدی دامی بخر که واکسن زده باشه.